گپی است بسیار واقعی گپ است. علمای متبحر امت و مطالعات خیلی قوی کرده سر هر نص از قرآن و حدیث عمیق مطالعه کردن، شبا را صبح کردن، دعاها کرده، گریانا کرده. الله قوت روشنی را در قلبشان داده که نص چه قسم تشریش برش واضح شده. ما امروز جوان ما میخیزه همچو علما را میگه کافر است، درباری است، نمیفهمه. از این روی راگه که کوتاه خیز میزنیم از این چیزا چیزی جور نمیشه. از اینجا بیاد حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که راههای کوتاه‌تری تو را چطور قطع میکنه و چطور میگه. در سر هر راه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شیطان است، دعوت داده رویست، شیطان است. خط مستقیم که پیروی کتاب الله و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ایره تو گذاشته. چقدر معلومات به کتاب الله داری؟ راستی تا بگو. چقدر وقتی تا سپری کردی؟ چقدر وقتی تا دادی به حدیث پیغمبر یا به تفسیر؟ چقدر وقتی خود دادی؟ 4 روز برای 5 دقیقه 20 دقیقه یک ساعت ما در تفسیر قرآن کریم میشینیم. از اینجا که بر آمدیم مفتی استیم، از اینجا که بر آمدیم قاضی استیم، از اینجا که بر آمدیم باز دیگه فتوای ما عالی امو علمای متبحر امت که به هزارها جلد کتاب نوشته کرده او هم بر ما معلوم نمیشه. باز میگم جوانا ضرورت به علم داریم. بدون علم در راه مستقیم روان شدن محال است، قطعا نمیتونیم. کدام علم؟ علم نافع، علمی که تعلق به قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره، علمی که در حقیقت تصویر زندگی ما را رسم میکنه و به ما پیش میکنه، نقشه میده بر ما پیش میکنه. یک شخصی که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخوانده، در افغانستان ما یک مثال براتون میگم، یک مثال دور نمیرم. در افغانستان ما رواج است در بین مردم در ذهنیت کلگی نشسته است که وضو خشک نمیشه تا وقتی که بلند نشوی، قدم نزنی، سلفه نکنی، محنت نکنی در خشک کردن وضو خشک نمیشه. یا ملا صاحب از کتاب فقه برش گفته یا همینطور یک نظریه جور شده. از همون خاطر ما بسیار جاها در کوچه ها در راه های قید ریش سفید آدمی کلان استنجا میکنه، ازاربند در یک دستش است، شرمگاه در دست دیگهش است، زن تیر میشه و این لنگ خود سر لنگ خود چپه کرده رویست. علت چیست؟ وجه چیست؟ زانو نزد در درس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. زانو نزد. آیتی که نازل شد فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مفسرین کلش نوشته میکنه ایده مورد اهل مسجد قبا است، به خاطری که یا استنجا را به آب میکردن، توسط آب استنجا پاکی زیاد میاره. الله مدح از یاره کرد. اونجایی نبود که قلوخ و کاغذ استعمال کنن، فقط به آب بود. عجیب است. از ما و تو کده متقی ترین طایفه، از ما و تو کده خیلی متدین ترین طایفه، صحابه رضی الله عنهم وضویشان خشک میشه، از ما و تو نمیشه، در کوچه میبره لنگ سر لنگ چپه میکنیم. ایره به طور مثال براتون میگم. اونجا را مثال دادم خود دیگه گپار شما خود جوانا بفهمید که شما چقدر خطا میکنی چون که معلومات نداره. فتوای بزرگ کفر سری ارکس زده رو استیم. اقدر جرأت قوی، اقدر جرأت که چقدر معلوماتی در یک مورد بوده. امی مجمعی ما که جور شده تا خیلی وقت دوستا حتی ما را تکفیر کردن، ما را مرتد گفتن. در یوتیوب هم موجود است، همونطور فتواها موجود است. عالم میگه
خب وقتی که از علمیت او شخص سوال بکنی چقدر وقت تیر کرده، ما سری پیرا رد میکنیم. چرا رد میکنیم؟ پیرا خب مردم نیست، اخلاقی خوب داره، در ظاهر نفلا را میخوانه، حلیش خوب است، ریشش خوب است. ما میگیم که علم نداره، با جای ازی که به توحید دعوت بده به شرک دعوت میده، با جای ازی که به تعظیم الله مردم دعوت بده که الله عظیم ذات است، او قابل احترام است، سجده قیام رکوع بر ازو شوه. ما میگیم نه، ما خیلی زیاد اینی طور خواه دیدم، مردم دعوت میدم که مرا تعظیم کو، سجده به ما بکو، رکوع به ما بکو، قیام به ما بکو. ما که رد سری از وا میکنیم به خاطر ازی که جاهل است، دین نمیدانه. اما امروز که من جاهل میشم، خودم جاهل شوم و دین ندانم، باز سری تو رد نشوه. چقدر معلومات داری؟ علم نافع ضرورت است. عزیزان گرامی، نیاز داریم. شما جوان هستی، به طور نمونه اینمی مسجد تا جای را یک کمکی تشنگی ما و شما را رفع میشه دمی مسجد. درس شروع است، درس بخاری شریف شروع است، درس تفسیر شروع است. کجاست؟ کدام مرکز قوی داریم؟ در کل افغانستان برای من نشان بده که یک مرکز تخصصی برای تفسیر باشه، یک مرکز تخصصی برای حدیث باشه. نشان بده برای من در کل افغانستان، مملکت نابی اسلامیت که وقتی میشینه در مجالس استفاده میگه مسلمانی که در افغانستان است در هیچ سری دنیا نیست، در هیچ سری دنیا نیست. یک دفعه برای تا کوتی سنگی را باز مسلمانی برات معلوم میشه که کراچی خودت کجا استاد کرده، موتری خودت کجا استاد کرده، چه قسم تو را بالا میکنه، عزت برات قائل است یعنی، احترام برات قائل است یعنی، و میفهمه که اذیت و آزار مسلمان چقدر گناه داره، میدانه یعنی. بعد از او باز برات معلوم میشه که چقدر مسلمان هستی. بعد از او دی کوتی سنگی او طرف خیز بزن که مسجد کجاست، نماز دیگر قضا میشه، او طرف خیز بزن که مسجد پیدا نتونی. باز که ما بیشینیم میگیم که اسلامی که در افغانستان است، کدام اسلام؟ چه قسم اسلام؟ علتش چیست؟ ما مراکز دین نمیخواهیم که آباد باشه. اگر یک مرکز دین جور شوه، نمیخواهیم که از نگاه معنوی آباد کنیم که ما بریم در اونجا درس بخوانیم، خدا بالا میتراشیم. ما نیاز نمیبینیم به درسی بخاری، ما تلفن قطمه است، فتوا هست اونجا، وبسایتی فتاوای فلانی وجود داره، نیاز ندارم. ما در اون حالت هستیم، فعلا قرار داریم. از امو خاطر پراگنده هستیم، تیت هستیم، پاشان هستیم. نمیخوایم که نه امی سویه علمی ما، امی مستوای علمی ما چقدر قوی شوه، باید ما چقدر معلومات داشته باشم. راستی الله اکبر، ما یک ادنا ملاستم وقتی که کسی میاد کوشش میکنم که سوال از او را به هر قسم باشه بگیم جواب بگیم. نمیگم که ما لا ادری، نمیدانم، امیر مطالعه نکردم. در مورد 3 امام مجتهد دیگه، احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم، اینطور حدیثی که خیلی زیاد مصداقش امام مالک رحمه الله است، نخواد اینطور حدیث وجود داشته باشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که مردم از راههای دور سفر میکنه، سر شترهای خود نمیابن مثل عالمی که مدینه واره. واقعا همونطور عالم بود. امام مالک رحمه الله کتاب معطایش پیش از او 40 مسئله پیش میشه، 3 مسئله را جواب میگه، 37 مسئله را میگه لا ادری، تحقیق نکرده. امروز بچه جوانی من بالله قسم اگر بگوید که من نمیفهمم، سوال اگر اینجا پیش از یک عالم کده، بچه جوان میخیزه میگه من جواب میگم. عزیزان گرامی، نیاز به علم داریم. علم ده هوا حاصل نمیشه، علم به مرکز علم ضرورت داره. مرکز علم توسط چی آباد میشه؟ مرکز علم توسط علمای حقانی، علمایی که معلومات کافی در قرآن و حدیث داشته باشه، علمایی که ما نیازی او علما را پوره کنیم، برش بگیم که مولوی صاحب تو را دیگر نمیخوایم که او طرف بگردی. اینیم وظیفه و مسئولیتی از تدریس ایرا در سر برسان. داریم؟
کدام انجمن گرفتیم در این مورد؟ کدام اجتماع گرفتیم؟ کدام برنامه داریم؟ خیر است کلی مخلوق اگر نمیتونیم امی 20 جوانی که در فلان جای زندگی میکنه بچه کاکا و بچه ماما هستن برای از یا کدام پروگرام گرفتیم؟ نیسته. ولی دعوای ما است که نه ما سر دنیا حکومت بکنیم. چه قسم حکومت بکنیم؟ این موضوع اول بود که حتی مراکز دعوتی و تعلیمی که جور میشه یک برادر چنده میده پول کمک میکنه دیگه تخریب میکنه. اینجا چرا پول میدی؟ خو خیر است ان شاء الله روزی میشه که در پیش الله سبحانه و تعالی پیش میشی و جواب میگی کی را به بصیرت و علم فتوا دادی منع کردی یا نه که اموتور اوی فتوا دادی. جوابش گفته نیستی. هیچ کدامی ما از اونجا تیر نمیشیم. یک موضوع. دوم موضوع عمل است. اگر کل ما خب فراست و علم داشته باشیم اما عمل وجود نداشته باشه، همگی ما میگیم نماز دیگر در وقت اولش خیلی فضیلت داره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز دیگر در وقت میخواند که بعد از او شتر توسط نفر ذبح میشد، او سری مردم توزیع و تقسیم میشد. بعد از او یک نفر میرفت در اوالی مدینه، یعنی در قریه های دوری مدینه، هنوز هم آفتاب سرخ نشده بود، در سفیدی خود باقی مانده بود. کل ما یاد داریم، لیکن 5 بجه که شود در کابل ما بخیزیم نماز دیگر را بخوانیم. فایده علم چی بود برای ما؟ میدانستیم که تعجیل در نماز افضل است و بعد ما پیش از پیش نماز بخوانیم، خب لیکن علم داریم عمل نداریم. امروز مرتبه عمل ما در حدی است که از خودم گرفته تا خیلی مردمای گبی کدام که خودش شمار میکنه در جمله عابدین نخواد که در عمل پوره بکنیم. حرکتای ما، اخلاق ما، دعوت ما، زندگی ما، معاشرت ما، معامله ما، سیاست ما، نظام رعیت داری ما بسیار ما را تکذیب میکنه که عمل به مقتضای علم باشه. این عمل مطابق او علمی که ما از قرآن و حدیث فرا گرفتیم. چرا امروز گروه است؟ دیگه را نمیگم. امی کسی که خود سلفی میگه داد میزنه که ما در منهج سلف حرکت میکنیم، چرا ما با هم یک جای شده نمیتونیم، یک کتله شده نمیتونیم؟ در کابل چقدر سلفی است؟ دین یک امر شخصی است یا از کلگی مشترک است؟ دفاع از سنت پیغمبر یک امر شخصی است یا از کلگی مشترک است؟ دعوت یک امر شخصی است یا از کلگی مشترک است؟ میتونم مثلا مولی متوکل علیده دعوت بده، میتونه کامیاب شود؟ اگر امروز شما برام نشسته نباشی سخنی مرا کی میشنوه؟ اگر امروز او کامرمین نباشه این صدای مرا به جهان کی میرسانه؟ اگر امروز زمین مسجد نباشه ما چه قسم اینجا تقریر بکنم؟ ببینید دوستا، الله سبحانه و تعالی به یکی اینی توان داده، خریدنش توان داده، در دیگهش استفاده کردنش توان داده، در دیگه میز توان داده، در دیگه شنیدن توان داده، در دیگه جای فراهم کردن توان داده. کلگی ما دست یکی به دیگه میکنیم. اینی را انفاق میگه. هر کس آن چیزی که در دسترس داره انفاق میکنه، از این قوت پیدا میشه، از این دعوت رنگ میگیره، از این مردم میفهمه. تو را که دید یک نفر قطی خود آوردی نماز دیگر اینجا امرای تو خواند، سوال برش پیدا میشه. در دیگه مسجدها تالی را آزان داده نشده، اینجا جماعت شد، ساعت سعی کرده رویسته. بعد از او که شما استاد شدی کلگی را میبینه که پایا چسبید و شانا چسبید، متوجه میشه. بعد از اینکه نمازی تدید که خیلی طولانی نماز میخوانی، رکوع سجده، بعد از اینکه نماز خلاص کرد که مولا امام روی به طرف مقتدیا دور داد، یک بغله ننشست جنگی واره از مقتدیا. بعد از این قطی مردم نگفت که دعای مریضا، دعای چی بگه صلاح فلانی، نه دعای مرده، این گپا را نگفت. سوال برش پیدا میشه. حتما تو که آوردی از تو سوال میکنه که شما عجیب کار کردی.